ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اینی نکته اساسی است، به عامل اصلی الله اشاره میکنه. دقت کردین؟ امی که ما تقوا داشته باشیم. به چی چیز نیاز داریم که در قلب ما تقوا پیدا شود؟ به چی چیز نیاز داریم که ما را وادار بکنه به این که انگیزه قدرتمند داشته باشیم برای انجام خوبی ها و انگیزه قدرتمند داشته باشیم برای ترک بدی ها؟ چی چیز میتونه ما را در این زمینه کمک کنه؟ اصلا مفهوم تقوا در قلب چه زمانی جا میگیره؟ یک موقع است، زمانی که الله را یاد داشته باشیم، الله با یاد ما باشه. و همین خاطر بلا فاصله چی میگه؟ ولا تکونوا کالذین نسوا الله، مانند کسانی نباشین که الله را فراموش کنند. و خود این حالت خطرناکترین حالت بر بنده است که الله را فراموش بکنه. خطرناکترین حالت معنوی و ایمانی بر یک بنده مؤمن است که از الله غافل شود. و هیچ گناه بزرگتر از غفلت نیست. گناه غفلت از گناهان کبیره بزرگتر است. چرا؟ به دلیل این غفلت از گناهان کبیره بزرگتر است که خود گناه نوعی در خود یک چی داره، یک ترس و دلهوره داره. متوجه شدین؟ بعد از هر گناه احساس میکنیم ما، شما نه؟ هر گناهی را که انجام میده آدم بعد متوجه میشه یک دلهوره داره. این دلهوره آدم آرام میسازه تا یک توبه و استغفار بکنی و آرام شوی. اما غفلت او گناهی است که این دلهوره در قلب نداره. به همین خاطر خطرناکتر از گناه کبیره است. متوجه منظورم شدین؟ خب دوباره تکرار میکنم. غفلت گناه است به مراتب خطرناکتر از گناهان کبیره.